آقا خیلی شاکریم. خوش اومد به کانال ما. قرار بود که ویدیو چالشی بذاریم و دوباره به درخواست خیلی از شما اومدیم که تعمیرات خودم یه سری آموزشات از ماسلاپ گرفته تا بارفیکس تک دست و عضلات شکم و تغذیه‌ای که ما داریم. من که قراره به سوالات شما که چجوری حجم بگیریم یا بدنمون رو کات کنیم و همچنین قدرت و استقامتمون رو چجوری بالا ببریم اینا رو جواب بدیم. یعنی چی؟ یعنی که بعضیا وزنشون پایینه یا لاغرن میخوان که حجم بگیرن به صورت عضلانی، نه که فقط وزنشون بیاد بالا. یه سری چربی زیاد دارن میخوان بدنشون رو کات کنن و وزنشون رو بیارن پایین. می‌خوایم اینو به صورت خیلی خلاصه بهتون یاد بدیم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اول میایم میگیم که تمرینات خودم چطوریه. منم کسی بودم که از شنا زانو روی زمین شروع کردم یا آویزون موندن روی میله بارفیکس، چون خودم چربی زیاد داشتم و جایی که میتونستم تلاش کردم که بتونم چربی رو بستونم و قدرت بدنی رو بالا ببرم. یه لحظه 12 سالشه، تا 1-2 ماه پیش نمیتونست یه دونه بارفیکس هم بزنه. الان برو بالا. فوق‌العاده زورش زیاد شده. تمریناتش هم کلا داخل پارک یا خونه بود. عالی، بزن. حالا تمرینات خودم. اصولی ترین تمرینی که میکنم وقتی داخل پارک میام، اولین کاری که میکنم اینه: 10 تا مسل-آپ، 10 تا بارفیکس، یه مسل-آپ، 20 تا دیپ. یه ست تمرین هم اینه که زیاد انجامش میدم که همزمان به عضلات پشت، زیر بغل، جلو بازو، ساعد، کل بالا تنه فشار میاره. و یکی از اصولی ترین تمرینات دیگه هم اینه که هر روز حتما باید بالای 1000 تا بارفیکس رو بزنم. بازم میگم فرق نمیکنه که چند سالت باشه، دختر باشی یا پسر. و تنها رقیب خودتی که باعث میشی پیشرفت کنی یا ناامید بشی بذاری کنار. خیلی از بچه‌ها پرسیده بودن که وقتی ما میله نداریم و مثلا امکاناتش نداریم رو زمین تمرین کنید. بریم الان پوش یا همون شنا. تمرینی که خودم میکنم 10 تا پوشاپ معمولیه، 10 تا همین، دوباره 10 تا عادی، 10 تا همین، 10 تا عادی، 10 تا همین تا جایی که کم بیاد. اینم بهتون بگم، من بیشتر به این اعتقاد دارم که نهایت اون سه تا رو بزنید. مثلا زده 16 تا تو 3 ست، هر سه تا 16 تا بزنید، ولی من اونو تا ناتوانی میزنم. درستش همونا که به تعداد بزنید. اگه دیدید زیاد بهتون فشار نمیاد، سعی کنید که تا جایی که میتونید یعنی ناتوان بزنید که خیلی کمکتون میکنه و خیلی تاثیر داره اون نقطه‌ای که دارید فشار میارید. تمرینات خیلی زیادی انجام میدم ولی خلاصش بیشتر همین است. به خصوص هوازی چیکار میکنم؟ صبح که خیلی تاثیر داره. صبح میام تا جایی که میتونم میدوام، تا جایی که کم بیارم. از اینا زیاد ویدیو نمیذارم ولی خب خیلی انجامش میدم. به خصوص تناب زدن که اینا خوراک چربی سوزیه. در حالی که دارید چربی خودتون رو میسونید، سعی کنید حرکات قدرتی هم انجام بدید. بارفیکس نمیتونید بزنید، شنا نمیتونید بزنید، ویدیو قبلی توضیح دادم. الان میریم برای ماسل-آپ و بارفیکس تک دست، بعدش حرکات شکم و یه سری راجع به تغذیه‌هاتون باهاتون صحبت کنیم که مطمئنم که کمکتون میکنه. بریم. آقا ماسل-آپ که این حرکته. الان گفتیم میخوام برم شکم. ماسل-آپ اینه. که میذارم علی ماسل-آپ بهتون توضیح بده. علی ماسل-آپ. بیا. بچه‌ها علی کسیه که اگه کسی که نمیشناسنش، علی کسی که 3 ماه هر روز داره به کوب بالای 50 تا ماسل-آپ میزنه و از روز 50م تعداد برده بالا تا روز 72 و قراره که به روز 100 رسید بیاد و رکورد ماسل-آپ رو برای کشور خودمون ثبت کنه ان شاء الله. با هم. خب بچه‌ها برای ماسل-آپ زدن پیش زمینه 2 تا پیش زمینه نیاز دارید. اول اینکه بتونید 10 تا پارالل بزنید و 10 تا بارفیکس. بارفیکس که اینه، پارالل هم که با دیپ میزنن، حالا با میلش هم میزنن. مرحله دوم های پول-آپه که بتونید بارفیکس بزنید تا آخرین جایی که میتونید بیاید بالا تا سینه. انگشتش هست باید پایین باشه. باید پایین باشه ولی خب فرقی نداره، من هر دوتاش هم میزنم. به نظرم برای یادگیری اونجوری بهتره. پایین باشه میچره. آره. پس چی شد؟ مرحله اول شد پیش نیازاش که 10 تا بارفیکس و 10 تا دیپه. مرحله دوم شد های پول-آپ یا بارفیکس تا جایی که میتونید برید بالا. و مرحله سوم میشه سوینگ به علاوه انفجار که سریع شوک بدید و خودتون رو میکشید بالا. اینم سوال خیلیاتون بود، امیدوارم درتون خورده باشه. و
اینم بهتون میگم که ماسلافو خیلی اولش اینطوری میزنن. متین بیا. متین وزنش بالاست و چند سالته؟ برو. تازه یاد گرفته ولی خوب میزنه. 2000 years later. Few moments later. خسته هم است، زیاد تمرین کرده. ماشاءالله. داره اینجوری میزنه، چه صدایی داره. که اشکالی نداره برای شروع تو یاد. آره مهم اینه که بزنی. معمولا اینطوری میزنه. همینم برای من سخته. اونقدر صافشو زدم اینجوری میام. ولی خب کم کم آسیب میزنه. آره این آسیب میزنه ولی خب چقدر ولی خوب گفتم. بس در با همین یاد میگیرن. کراسفیتی هم فکر کنم اینطوری درست علی؟ کراسفیتی دیگه سوینگش خیلی تاپش خیلی زیاده دیگه. اینجوریه. خیلی راحتش کن. این پیشنهاد نمیشه چه اصلا. حالا برای بارفیس تک دست که خیلی بارفیس میتونن بزنن ولی اینو نمیتونن بزنن. یکم زمان میبره ولی خب خوبه که یاد بگیرید. بهترین تمرین آقا برای اینو تمرین خیلی برای ماسل‌آپ بارفیکس زدن و اینا که ما داریم بهترین تمرینش رو بهتون میگیم و خیلی خلاصش می‌کنیم چون زیاد نمی‌خوام موضوعاتون رو سر ببرم و تایم ویدیو رو زیاد کنم. بهترین تمرین برای بارفیکس تک دست همین حرکته. اگه از پوش بگیر فقط همین. سعی کنید از دست مخالفتون هم استفاده کنید. یعنی من چیکار میکنم؟ برای مثال الان با دست راستم میخوام بکشم بالا. 80% از این کمک میگیرم، 20% از این. میام و اینجوری میزنم. در واقع بارفیکس دست تک اینجوری نیستش که من بیام مثلا با یه دست اینجوری بزنم. اینجوریه. حالا خسته هم هستید اصولیش همونطوریه. تمرین بهترین تمرینی که بهتون پیشنهاد میکنم همینه که بیاید و 80% روی دستتون فشار بیارید، 20% رو دست مخالفتون. این هم بهتون بگم خیلی هم اینطوری میزنن که اینا به نظر من کمک میکنه. میگیرن مچو میگیرن اینطوری میرن ولی خب فشار 40-60 میشه، یعنی 60% روی اینه 40% روی اینه. وایسا حالا بریم برای حرکات شکم که سوال خیلیاتون بود و داخل کامنت ها فرقی نمیکنه چون چربی هم روشو بگیره ریگه بشون. من در حالی که دارید انجام میدید اون از داخل رشد میکنه و بعد اینکه چربی رو سوزوندید سریعتر به نتیجه میرسید. آقا بهترین حرکت برای شکم از نظر خودم که میتونم بگم 70-80% حرکات شکممون با این انجام شده. من به این اعتقاد دارم برای حرکت شکم. دستاتون رو بذارید، دستاتون رو ول کنید بهتره ولی خب اینجوری هم راحت‌تره. من آب پشت سرم حلی اینو بگیر. تعداد بالا انجامش بدید که خیلی تاثیر داره. حالا برای آویزون موندن رو میله یکم سخت‌تره ولی خب تاثیرش خیلی بیشتره. من خودم کلا الان تمرینات شکمو با این حرکت انجام میدم. میام رو میله این خیلی تاثیر داره ولی من خودم بیشتر با این حرکت رو میگیرم که این حالا سخت‌تره ولی خب اینم نرماله. اصلا تا اینجا میتونستید بیارید. خب معمولا هم نگه میدارن. حرکات زیاده. برای مثال اینم خیلی کمکتون میکنه. اسمشون حقیقتا یادم رفت. دستایی میذارید رو زمین یه تعداد بالا اینو انجامش میدید تا جایی که کم بیارید. یه مادر حرکت شکم دراز نشسته که همتون میدونید. برای پهلو چپ و راستش میکنید. رو شکم هم تاثیر داره و اگه داشت کوچیک‌تر دارید رفیقتون پیشتونه پامو بگیر اینجوری هم راحت‌تره. اون هم بهتون جو میده. جو بده. حالا برو. خسته شده یا پای رفیقتون رو گرفتید 50 تا زده خیلی خسته شده چی بهش میگی؟ 10 تا دیگه نزنی گی. 10 تا نزدم. خیلی هم سوال پرسیدن که رگ چطوری در بیاد. من بیشتر از پشت ساعت خوشم میاد. والا معلومه یا نه تا رگ. ولی خب بچه رشد رگ اینطوریه که باید جریان خونتون بالا باشه. این در حالی که شما دارید تمرین میکنید دارید میدوید یا تناب میزنید که خوراک در آوردن رگ جریان خونتون توی رگاتون بگیم مثلا بالا پایی میشه بیشتر بالا پایی میشه. آره خلاصه هرچی بیشتر فشار بیارید اینا بیشتر رشد میکنه. جریان خون بیشتر میشه داخل رگ و رگاتون رشد میکنه. بله. یعنی من بعد رکوردایی که زدم یه رگای جدید در آوردم. مثلا رگ بازومو نمیدونم حالا معلومه یا نه. بلکه بدن هرچی خوشتر باشه یعنی چربی روشون نگیره سریعتر رگاتون در میاد. خلاصه که همه اینا به جریان خونتون بستگی داره که تو تجربی فکر کنم اینو بهتون یاد میدن. رشتم تجربی نیست ها. مثلا درس نمیخونم ولی خب
آقا یه طولی اینجا هستش تقریبا 2.5 متره که من تا حالا هیچ ویدیویی ازش نذاشتم و نپریدم. فقط یه بار تو لایو پریدم که به بچه‌ها گفتم اگه به 1000 تا لایک برسه میپرم، اگه نمیپریدم واقعا خیت میشد. الان میخوام دوباره بپرم. خیلی طولش زیاده. اینم بهتون میگم ما اینو رو تشک اصلا تمرین نکردیم. بگید طولشو از اون تا این. بچه‌ها زدم لایک کنید ساب کنید زنگوله رو هم بلد نیستم حقیقتا. آقا من قبلش رو گرم کنم. برعکسش خب بریم. آقا یه چالش برای شما. من نه پارکور رفتم نه پشتک زدم بلدم. این ویدیو اگه به 3000 تا لایک برسه میام و توی یه روز پشتک میزنم. یک دو بار زدم به کمک بچه‌ها ولی خب واقعا بلد نیستم و اگه 3000 تا رو خورد همون لحظه بلند میشم و ویدیوشو براتون میگیرم. صورت میای زمین ها. ما پروته آقا میخوام به این باور داشته باشی که تو یه روز هم میتونی نه آجی پشتک. نه آقا میزنم اون لایک رو شما بزنید. قلبای من بچه‌ها همین الان لایک کنید ویدیو با صورت زمین خوردن شو. خب رسیدیم به بخش تغذیه برای کاهش وزن یا افزایش وزن که بچه‌ها تغذیه خیلی مهمتر از تمرین کردنه و من بیشتر به این اعتقاد دارم که چی نخورم تا اینکه چی بخورم. یعنی خیلی‌ها میگن که چی بخورم که رشد کنم ولی حواستون باید بیشتر به این باشه که چی نخورید. دقیقاً اگه میخواید شکم شیشیکه داشته باشید 70% بعد تغذیه‌تون رو رعایت کنید، 30% فقط به تمریناتون بس. برای شکم خیلی مهمه تغذیه. آب تا جایی که میتونید بنوشید. تغذیه هم بچه‌ها نمیخواد بیشتر فکر کنم باید هزینه زیادی کنن یا حتما باید مکمل بخورن. نمیگم مکمل بده ولی خب من خودم نخوردم، علی تا حالا نخورده و اومدیم که ثابت کنیم با همین شرایط هم میتونی بهترین خودت بشی. ما تا الان هیچ مکملی نخوردیم، تغذیه‌مون هم آنچنان نبوده که بگید هزینه و اینا که خیلی میگن که آره خودم به این اعتقاد داشتم که برای اینکه تغذیه خوبی داشته باشه باید هزینه کنیم ولی سیب زمینی تخم مرغ آب واقعا چیزی نیست که خونه همه پیدا میشه و با همونا میتونید بهترین بدن رو برای خودتون بسازید. بچه‌ها برای سوزوندن چربی شکم هم قند و شیرینی رو تا جایی که میتونید کم کنید. مثلا سوپرمارکت هیچ وقت خرید نکنید. آب خیلی زیاد بنوشید، وعده‌های منظم داشته باشید، پروتئین بخورید مثل تخم مرغ و ماهی و اینجور چیزا. آره خلاص حواستون باشه که چی نخورید. من الان خودم 5 ساله که نوشابه نخورم و نوشابه میتونم به جرئت بگم که رقیب اصلی ورزشی که میدونم خیلیاتون میخورید. نوشابه انگار داری قاشق قند می‌خورید. آره همون یه لیوان نوشابه که می‌خورید خیلی به شدت مثلا برای رگ دستتون یا پیشرفت قدرت بدنیتون به خصوص عضلاتتون کلاً میتونم بگم که نوشابه سم برای ورزش. بدترین شی برای ورزش کردن تمرینات شما. حواست باشه که چی می‌خوری یا چی نمی‌خوری. بچه‌ها نوشابه سردم خیلی خوبه، به شدت خوبه. هم سر حالتون میکنه بعد از تمرین که دوشابه سرد میگیرید بدنتون سریعتر ریکاوری میشه. خلاصه که فقط تمرین کردن شما نیست، بیشتر به نظر من اینا مهمن. تنظیم خوابتون. خواب خیلی تاثیر داره، یعنی تجربه کردم که دارم میگم. من یه جایی واقعا خوابم افتضاح شده بود و آقا رضا قشنگ به این نتیجه رسیدم که قدرت بدنی این اومد، بدنم افت کرد. فکر کنید 7 تا 8 ساعت خواب مفید داشته باشید. میگن که مثلا ساعت 10 بخوابید 7 صبح بیدار بشید. نمیدونم اون مهم نیست، مهم اینه که چند ساعت بخوابید. طبق چیزی که من میدونم و خودم اینطوریم، یعنی حتی اگه 2 شبم بخوابم 11-12 ظهر بیدار میشم. اینطوری بده ولی خب مهم اینه که چند ساعت بخوابید تا اینکه ساعت چند بخوابید ساعت چند بیدار بشید. الان برای مدرسه که خب مجبورید، خیلیاتون مدرسه میرید، منم اولین سالم که مدرسه نمیرم
بابتش خیلی ناراحتم، شاید فکر کنید خیلی خوشحال. رفقا اگه آموزشی مونده که بهتون ندادیم یا از این سبک خوشتون میاد حتما این پایین بگید، یا سوالی مد نظرتونه بهمون بگید که براتون بذاریم و تا جایی که میتونیم اونو به بهترین روش ممکن سعی می‌کنیم که بهتون یاد بدیم و آموزش بدیم. پس لایک و سابسکرایب فراموش نشه و بازم این پایین بگید که اگه ایده، چالشی، ولاگی هر چیه شما بگید. خیلی مشی هستید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بیا حالا یه تمرین کنیم. دلم گرفت. دلم گرفت از